سوال: کدام صدقه اجر ثواب بیشتری دارد و کدامین روش موجب رضای خداوند و مورد تأیید پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد؟ جواب: خداوند متعال می فرماید: و خرج کنید از آنچه که ما به شما ریزق داده ایم پیش از آن که مرگ به سراغ یکی از شما بیاید. پس آرزو کرده گوید که پروردگارا، اگر مرا تا وقتی نزدیک نه چندان دوره به تأخیر می انداختی، من صدقه می دادم و از جمله نکوکاران می شدم. اما وقتی پیک اجل سراغ انسان بیاید، یک ثانیه در کار او تأخیر نخواهد بود. سوره منافقون آیت 10 و 11. در احادیث زیرین نیز نمونه روشن برای روش صدقه دادن و چگونگی ارزش آن بیان می شود. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که شخصی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیامبر خدا، کدام صدقه اجر و ثواب بزرگتری دارد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب آن شخص فرمودند: آنه که تو صدقه نمایی در حالی که سالم بوده از ناداری و فقر بر خود بترسی و آرزوی توانگری را داشته باشی و فرصت نده تا مرگ به حلقومت رسد و آنگاه بگویی اینقدر مال به فلانی بدهید و اینقدر مال به فلانی بدهید، در حالی که این مال به فلان وارث اختصاص یافته است. روایت مسلم. مطلب حدیث شریف این است که برای خوشنودی خداوند متعال زمان صدقه کنید که مال در نزد شما محبوب و به آن احتیاج دارید و کسی در مال شما شریک نیست، و تا فرا رسیدن موت شما سستی نکنید که مال شما آن زمان به وارثان تعلق دارد و شما از این دنیا سفر می کنید و نیازی به مال ندارید. از حضرت ابو سعید رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: انسان در حیات خود 1 درهم خیرات کند بهتر از صدقه 100 درهم به هنگام مرگ است. پس معلوم شود که اجر و پاداش آن صدقه بزرگتر است که انسان در حالت حیات با وجود خوف نادار شدن و آرزوی بای شدن انجام دهد. شاعر چی خوب فرموده است: گر کنی خیر به دستی خویش کن، گر کنی خیر به دستی خویش کن، خیر خود را جانب درویش کن. گر به دستی خود دهی خرمای تر، به که بعد از تو دهند خروار زر.